тамошобинои азиз, инак мо расидем ба куфтани хирманкӯбӣ. Ака Алимат, ҳами осили биланд чанд зади ҳамиҷа? Осили биланд. Айдоним хоб 25 хоб. Айдоним хоб 25 хоб. Девлохам? Тирамои хаши. Девлохам да? Девлохам. Ами боруни банзар накнамедим ай. او 4 خوب 5 خوب نه خو گاندم مشترک خوب کاری نبود. همه ده نفره دیگه و زیاده نه دیگه شیچ دیگه نولا. دیگه جامی پروسس چون خریزیوتیانه. هیچ نم راسوتانه. اسرافی بیودا. دن یک شگرنا. از اون شگرنا باید خوکی و باید چی اومد کی؟ یک کار گرفتیم یک ماه دو ماه کاری رو دمویگا با چیرا. باید خوک بروشو باید خوکی. بله. یای به علیمت نیست. هرم جفت علیمت نیست. خداوند را چیکار داشت. فهمیدی بعد همی علیمت هرم جفت میگه علیمت نه تا این 75 خن ندادم چیکار کنیم آخه. این خداوند را زورا کنده. این همجا 75 جفت کرده. بله. 5 جفت نه. اکا کندر کوکی. سوالای بود که دوره رو بابود میدونم قد بابود کورکاگی بدم دوره رو بابود میدونم ای ساری میزدم تو ساری دیگر را ترش میشیم بیزور میای گندم یک شبونه روز یک صداش خوب گندم زدم یک نیم کده 60 خوب 70 خوب 80 خوب زدیم فهمیدی بیزور شیم ترش شدم بشه دیگه بعد چی اومدم ای پارتوفتان ای خوبشان زمین در ریختن گندم نه او سول بود نه که خداوند که بوی تریش کرد شلو بوسو باید تشکیلات سرخونشون چه خیلی بود دسترخوان 100% بود 100% پامدار ترش نبود فهمیدی چور کانسی واردن ابی زد شونو فهمیدی خورد برا خونه پیشگیرا بچه با قدم رفت اومد بچه با قدم وچ اومد کار کردیم اومد با یک تگش خورد اومد تگش ولی با میرا با کیدا دخوندم میراله زمین دخوندم میرا بس
یک تراکتور در او پایون تراکتوری اکای علمت، یک تراکتوری دیگر از اکای جمال الدین شاه در اینجا کار کرده است. این همه راننده های تراکتور شب و شب نمیگن، روز و روز نمیگن، در خدمت خلقند. هرچند حاصل در زمین ها خوب نیست، لیکی گفتی اکای علمت که با همیش هم شکر با خداوند پادشاه های رزق دیننده و رزق گیرنده خودش های. خب این کامباین اکای جمال الدین ساخت بلاروسی های با فکرم اگر خطا نکنم. کامباین اکای علمت ساخت ایرانی باشه یا که خود ساخت همی به عباره روسی سمدل نمیگن. خب در این موضع خمی پرو فقط 3 نفر دیگه زمیناش حاصل ناغون داشته موندگی های خلاص. بعدا در او طرف تپه، همین تپه نشیب، او طرفش گنده چشمه، موضع گنده چشمه، در موضع گنده چشمه 2-3 نفر دیگه موندگی با همین قطعی جمعوری حاصل گندم در ایلاق در کو تپه و اطراف دهه یال امسالش به انجام میرسه. خب دیگر دوستای عزیز، باز ما کار ادامه میتیم. باز در بین اگر فرصت شد برای شما را یگان کادر دیگر به نوار میگیریم. شما نوار را تماشا کنین، ببینین، یاد بگیم از دوره های دروی گندم، دروی غلب حتما میکنین. یک ضرر بگیم به بارونی و خاک بارون و سرخباد، یک ضرر دیگر از طرف خوگا. 1-2 سال آخر شد مردم ایامی زمین ها عموما بگیم ای دست خوگا تا با همو پایینو رفتگی حاصل خوب نمیگیرن، گندم خوب نمیگیرن، همه را خوگا میغوجن، میخرن، میشکنن، میپرتوین. خب این همین کاری خوگه. این میویا میگیرم، این خشر پاگیزه میخیرم. من هیچی نداره، من پاگیزه خوب میگیرم میخیرش. ضرر به دهقان ای همه پهلو. یا وجب گندمی که بسد عذاب و مشقت مردم میکره، یا وجب میخیزه گندم از زمین خوب میویا میخرش. هیچ چاره نیست، علاج نیست. با فیراد کردن در وقتی درزه گندم خوب نمیگریزه. خوبی است که میویا قطعی رزبار میکنه. دوستان عزیز، تماشابینان ما، حاصل گندم از ده قاب. حاصل گندم از ده قاب 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 قاب. ایده قاب گندم 12 قاب گندم. حاصل گندم ایلاقی گفتیم در اول بسد عذاب و مشقت گندم ها سر کشیدن و دونه پر کردن. هرچند
сол кам борон омад, боришот кам буд. Ҳарчанд хокборону сурхбод зиёд шуд, ба ҳама ҳамин нигоҳ накарда гандмо бигем ҳамун донаи чуна пир кардан каму беш харобам ҳастанд, лекин ба ҳар ҳол шукр. ҳамин буд ҳосили айлоқи мо. шумо дар амони худо бошед. худо нигаҳбонтон. видеоҳои дигаи мо идома дорад.